نوبت دهی از طرف سیستم به خاطر مراجعه کننده ما یک پیام خوب داشته. در کل مراجعین ما میتونن به امی که از طریق سیستم بر از نوبت داده میشه، در نوبت مشخص خود اگر اونا وظیفه دارن یا کارهای شخصی دارن میتونن که به مو نوبت به مو روز مشخص خود اونا خود به تذکره گرفتن تذکره الکترونیکی بیکار بکنن و در مراجعه بکنن در مو تاریخ. و در کل بر ما هم از نظر صحی هم از نظر ارائه خدمات بهتر خوبتر است که ما میفهمیم که برای فردا با چی تعداد مراجعین داریم. مراجعه کننده که با مو تاریخ مراجعه میکنه ما میتونیم که به صورت آسان و درست و خوبتر مشکلات از اینا را و بایومتریک از اینا را حفظ بکنیم و بعد از اینکه بایومتریکش حفظ میشه 3 الی 4 روز بعدش ما میتونیم که تذکره را برشان دوباره تسلیم بکنیم. هر شهروند میتونه که تذکره را فرم خودش خانه پوری کنه و سیستم خودش یک سهولت دیگر ایجاد کرده که همون زمانی که خودت میخوای بی تذکره بگیری همون زمان سیستم برات یعنی پیشنهاد میکنه خودت میتونی روز و تاریخ تعیین کنی و حتی میتونی ساعت شک از ساعت مثلا 8 تا 9 یا از 9 تا 10 ساعت تعیین کنی. بعدا اون ورقه پرینت میشه، پرینت میکنی، پرینتش میاری به اون تاریخ مراجعه میکنی، اینجا باز کارش پروسس میشه.